به نام مهربانی که عاشق است و همیشه حاضر. دوستان عزیز سلام، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. از خانه زینت الملوک شهر زیبای شیراز در خدمت شما هستیم و راجع به یکی از ابزارهای بسیار مهم برای تاثیرگذاری در آینده زندگیمون میخوام صحبت کنیم. ابزاری به نام تصمیم گیری. آنتونی رابینز میگه شرایط زندگی ما نیست که آینده زندگی ما رو رقم میزنه، بلکه تصمیمات ماست که آینده زندگی ما رو رقم میزنه. نمیدونم تا حالا این جمله رو شنیدید یا نه، ولی نمیدونم اگر شنیدید آیا به این جمله فکر کردید که ما چطوری با تصمیماتمون داریم آینده زندگیمون خودمون رو هر روز متفاوت میکنیم و آینده متفاوتی رو برای خودمون رقم میزنیم. تحقیقات دانشگاه کلمبیا نشون میده هر انسان در طی روز به صورت میانگین 70 بار داره تصمیم میگیره و این به این معنیه که ما با هر تصمیمی که داریم میگیریم داریم آینده متفاوتی رو برای خودمون رقم میزنیم. برای مثال اگر شما تصمیم بگیرید یک رشته تحصیلی خاص رو انتخاب کنید یا نه یک رشته تحصیلی دیگر رو انتخاب کنید، مثلا نمیدونم در رشته ریاضی محض ادامه تحصیل بدید یا ریاضی کاربردی، آینده متفاوتی رو دارید برای خودتون رقم میزنید. بعد از اینکه شما به دانشگاه میرید تصمیم بگیرید با یه شخص ازدواج کنید یا ازدواج نکنید، باز هم هر انتخابی میتونه آینده متفاوتی رو برای شما رقم بزنه. تصمیم بر اینکه آیا محل سکونت زندگیتون رو عوض کنید یا عوض نکنید، هر کدوم از این اقدام ها و تصمیم ها کل آینده شما رو متحول خواهد کرد. تصمیم بر این که مثلا نمیدونم بچه دار بشید یا بچه دار نشید، حتی تصمیم بر این که نمیدونم یه مسافرت برید یا مسافرت نرید، یا تصمیم بر این که خریدتون حتی از کدوم مغازه انجام بدید. شاید اگه شما از یک مغازه دیگه خرید کنید کل آینده شما تغییر کنه به واسطه آشنا شدن شما تو اون مغازه با یه نفر خاص. میخوام در کل این رو خدمت شما بگم که ریز و درشت تمام تصمیماتی که ما داریم طی زندگیمون میگیریم داره آینده دور بلند مدت و کوتاه مدت ما رو رقم میزنه و اینجا یه سوال مطرح میشه که ما چطوری میتونیم تصمیمات درست و صحیحی رو توی زندگیمون بگیریم. اگر ما یه تصمیم اشتباه بگیریم شاید آینده نامطلوبی رو برای ما رقم بزنه و اگر به تبع ما تصمیم درستی بگیریم شاید در آیندهمون تاثیر بسیار بسزا و خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم رو داشته باشه اون تصمیم. کلیپ بعدی حتما راجع به این که چطوری ما چه کارهایی رو انجام بدیم تا تصمیمات درست‌تر و صحیح‌تری رو بگیریم و آدم‌های موفق چطوری تصمیم میگیرن که در آن واحد در لحظه میتونن تصمیم بگیرن و گذر زمان نشون میده که اونها تصمیماتشون تصمیمات درست‌تری هست نسبت به آدم‌های معمولی. صحبت خواهیم کرد که این آدم‌ها چطوری فکر میکنن، چطوری تصمیم میگیرن و چطوری عمل میکنن. همتون به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. فرشید پاکزاد هستم از گروه آموزشی و پژوهشی تابیکران. در مسیر رویاهاتون گام بردارید. خدا نگهدار.